نامه دویم پتروس باب 1. سلام از نام من شمعون پتروس که خدمتگار و فرستاده عیسی مسیح هستم. شما به واسطه راستکاری عیسی مسیح که خدا و نجات دهنده ماست و مثل ما ایمان پرارزش را قبول کرده اید. بگذار به واسطه شناختن خدا و خداوند ما عیسی فیض و مهربانی و آسایشتگی خدا در زندگیتان زیاد گردد. خدا با قوت الهیش هر چیزی برای حیات و خدا ترسیمان لازم را به ما داده است. همه این چیزها را به واسطه شناختن او گرفته ایم. خدا ما را با بزرگی و نیکیش به نزدش دعوت کرده است. همین طور او به ما وعده های بزرگ و قیمت بها داده است تا که به واسطه آنها از هوس های جسمانی زمینی که به نابود شوی می‌آورند گریخته شما شریک طبیعت الهی خدا گردید. برای همین بسیار کوشش کنید که ایمان خود را با نیکوکاری، نیکوکاری را با دانش، دانش را با خودداری، خودداری را با طاقت، طاقت را با خدا ترسی، خدا ترسی را با برادر دوستی و برادر دوستی را با محبت پره نمایید. اگر چنین صفتها داشته باشید و آنها را در خود انکشاف دهید، شناختن خداوند ما عیسی مسیح به شما بی موفقیت و بی ثمر نمی شود. ولی شخصی که چنین صفتها ندارد چون شخصی کور یا خیره چشم است و فراموش کرده است که گناههای پیشترش پاک شدند. بنابراین برادران و خواهران کوشش و غیرت کنید که مقام خود را همچون آدمان دعوت شده و انتخاب شده استوار نمایید. اگر چنین کنید هیچ وقت پیشپا نمی خورید. با همین راه خدا به شما حقوقی پوره می دهد که به پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به ملال داخل شوید. از این رو من همیشه این چیزها را به شما خاطر رسان می کنم، هرچند شما آنها را می دانید و در حقیقتی که قبول کردید استوار هستید. ولی تا دمی که زنده هستم به شما خاطر رسان کردن این چیزها را درست می حسابم. می دانم که به نزدیکی باید این دنیا را ترک کنم، چطوری که خداوند ما عیسی مسیح به من معلوم کرده است. بنابراین کوشش می کنم که بعد از سر من هم شما همیشه این چیزها را به یاد آورید. زیرا وقتی که ما درباره قدرت و برگشتن خداوندمان عیسی مسیح به شما گفتیم، سخنمان یگان افسانه بافته نبود. ما با چشم خود بزرگی او را دیده بودیم. خدا پدر عیسی را با شأن و شرف سرفراز نمود وقتی که از آسمان با تمام بزرگی خود چنین گفت: این پسری عزیزی من است و من از او خوشنودم. وقتی که همراه او در بالای کوه مقدس بودیم، ما این آواز از آسمان آمده را با گوش خود شنیدیم. علاوه بر این سخنان پیغمبران پره تصدیق شدند و ما به آن باوری کامل داریم. اگر شما هم به سخنان آنها رو آورید کاری بسیار خوب میکنید. زیرا سخنان آنها مثل چراغ است که در جای تاریک روشنایی میدهد تا دمی که روز روشن شود و مسیح چون ستاره صبح در دلهایتان درخشان گردد. پیش از همه در خاطر داشته باشید که یگان پیشگویی در نوشتجات از فکر خود پیغمبران نبرآمده است. زیرا هیچ وقت آدمان پیشگویی را با خواست خود نکردند، بلکه با تأثیر روح القدس یعنی روح خدا آن را از نام خدا اعلان می نمودند.
باب 2. اما چنانه که در بین خلق اسرائیل پیغمبران دروغین بودند، در بین شما هم معلمان دروغین پیدا می شوند. آنها با نیرنگ تعلیمات دروغی را یاد می دهند که ایمان آدمان را ویران می کند. آنها حتی از حاکم عیسی که آنها را با نرخ گران خریده است روی می گردانند و همین طور به زودی به سرشان بلا می آورند. بسیار آدمان بد اخلاقی جنسی معلمان دروغین را پیروی خواهند کرد و از سبب آنها آدمان راه حقیقت را بدگویی می کنند. این معلمان چشم گرسنه برای کندن پول شما دروغ و افسانه های بافته را استفاده می برند، اما حکم آنها الکی برآورده شده است و آنها را هلاکت انتظار است. زیرا خدا حتی به فرشتگانی که گناه کرده بودند رحم نکرد. او آنها را در تاریکی با زنجیر بسته تا روز قیامت در دوزخ نگاه می دارد. همچنین خدا دنیای قدیم را رحم نکرده طوفان عالمگیر فرستاد و همه گناهکاران را نابود کرد. او فقط پیغمبر نوح را که راه راستکاری خدا را اعلان می کرد و 7 اعضای عائله اش را نجات داد. این چنین خدا شهرهای سدوم و عمورا را به هلاکت محکوم نموده به خاکستر مبدل کرد تا اینکه برای گناهگاران آینده عبرت و آگاهی شود. اما او لوط را که راستکار بود و از رفتار بداخلاقانه گناهکاران عذاب میکشید از سدوم خلاص کرد، چون که دلی تازه لوط راستکار هر روز از دیدن و شنیدن بدکاری های اطرافیان عذاب و عقوبت میکشید. بنابراین خداوند میداند که چی طور خدا ترسان را از سنجش ها خلاص کند و چه خیل گناهکاران را برای جزا در روز قیامت نگاه دارد. این مخصوصاً به آنهای دخل دارد که از روی هوس‌های بدی جسمانیشان زندگی میکنند و نسبت به قدرتمندان نفرت دارند. چون این آدمان دغل و بیشرم بوده حتی از بدگویی کردن قوه‌های آسمانی نمی ترسند. حال آنکه حتی فرشتگان که در مقام از معلمان دروغین بزرگتر و بقوت‌ترند در پیش خداوند آنها را تحقیر و عیبدار نمی کنند. این معلمان مثل حیوانات وحشی که برای شکار و کشته شدن آفریده شدند فقط از روی هوس‌های بدشان زندگی می کنند. آنها چیزی را که نمی فهمند بدگویی می کنند و روز مثل همان حیوانات بی عقل نابود می شوند. آنها برای هر بدی که به دیگران کردند جزا خواهند گرفت. این آدمان در روز روشن عیش و عشرت نموده بی پروایانه می گردند و شما را فریب داده حلاوت می برند. این چنین با شما در سر یک دسترخوان نشسته با حضورشان شما را رسوای و شرمنده می کنند. آنها با هر زنی که چشمشان افتد در دلشان زنا می کنند و از گناه هیچ سیر نمی شوند. آدمانی سست ایمان را با فریب به دام خود می کشند و دلشان به حرص و چشم گرسنگی عادت کرده است. آنها در زیر لعنت پروردگار زندگی می کنند. این معلمان دروغین از راه راست گشته تعلیمات بلعام پسری باور را پیروی می کنند که پولی با راه حرام به دست آمده را دوست می داشت. اما گناه بلعام را خری بی زبانش آشکار نمود. خر زبان برآورد و چون آدم سخن گفته پیغمبر را از دیوانگیش گرداند. این آدمان مثل چشمه های خشک شده و ابرهایی هستند که از وزش باد پراکنده می شوند. آنها را جزا در جای تیپ تاریک انتظار است. آنها سخنان دبدبناک و خشک و خالی گفته آدمانی را که به نزدیکی از حیات خطاکارانه آزاد شدند به دام هوس‌های بد جسمانی و بد اخلاقی می کشند.
آنها آزادی را وعده می دهند در حالی که خودشان غلامی بد اخلاقی هستند، چون که آدم غلام آن چیزی است که او را مغلوب کرده است. زیرا اگر آنها به خاطر شناختن خداوند و نجات دهنده امان عیسی مسیح از رسوایی این جهان خلاص شده، بعد باز در آن رسوایی غوطیده مغلوب شده باشد، پس حالت حاضرشان از پیشتره بدتر است. بهترش که آنها راه راستکاری را هرگز نمی شناختند، به جای این که آن را شناخته از فرمان زندگی پاک داشتن روی تابند. طرز حیات این معلمان دروغین را چنین ضرب المثل ها خوب افاده می کنند. سگ خوراک قی کرده‌اش را برگشته می خورد و خوک شسته شده باز در لایق غل می زند. باب 3. عزیزان، این الکی نامه دویم است که من به شما می نویسم. در این نامه هایم کوشش نمودم که به واسطه خاطر رسان کردن در باطن شما فکرانی درست را بیدار نمایم. من می خواهم که شما سخنان پیغمبران مقدس را که در زمانهای پیش گفتند و فرمانهای را که خداوند و نجات دهنده ما به واسطه فرستادگان به شما داده است در خاطر داشته باشید. پیش از همه شما باید دانید که در زمانهای آخر شخصان پیدا می شوند که از روی هوسهای بد جسمانیشان زندگی کرده حقیقت را مسخره می کنند. آنها چنین خواهند گفت: کجاست وعده آمدن عیسی؟ آخر باباهایمان الکی گذشتند، ولی همه چیزی که در دنیا از زمان آفرینش بود تغییر نیافته است. چنین آدمان فراموش کردند که آسمان و زمین با سخن خدا آفریده شده بودند. او زمین را از آب جدا کرد و به واسطه آب آن را نگاه می دارد. این چنین خدا در زمانهای قدیم جهان را با آبخیزی بزرگ نیست و نابود کرد، ولی زمین و آسمانی حاضره با همان سخن خدا برای آتش نگاه داشته می شوند. آنها را خدا برای روز قیامت و هلاکت آدمان بدکار نگاه داشته ایستاده است. عزیزان، شما باید یک چیز را در خاطر داشته باشید که برای خداوند بین یک روز و 1000 سال فرقی نیست. خداوند در اجرای وعدهش دیر نمی کند، حال آنکه بعضی ها فکر می کنند که او دیر کرده ایستاده است. او پرصبرانه انتظار است که همه توبه کنند، چون که نمی خواهد کسی نابود شود. روزی بازگشت خداوند باشد مثل دزد ناگهان می آید. آنگاه آسمان با گلدراسی بلند نیست می شود و سیاره و ستاره ها در آتش نابود می گردند. این چنین زمین و هر چیزی که در روی آن است سوخته نیست می شود. پس اگر همه چیز اینطور نابود شود، حیات شما باید خیلی پاک باشد و در خدا ترسی گذرد، در حالی که شما آمدن روز خدا را انتظار هستید و می خواهید که آن زودتر برسد. در همان روز خدا آسمان را سوزانیده، سیاره و ستاره ها را در آتش نیست و نابود می کند. ولی ما از روی وعده خدا آسمان و زمین نو را انتظار هستیم که در آنجا راستکاری خدا استقامت می کند. برای همین عزیزان، هنگامی که منتظر او هستید، کوشش کنید که در نظر خدا زندگی آرامانه و بی عیب و بی نقصان داشته باشید. این چنین صبر و طاقت خداوندمان را امکانیت نجات یافتن حسابید، چنانچه برادر عزیزمان پاولوس هم در این باره از روی حکمت خدا دادش به شما نوشته بود.
او درباره این چیزها در همه نامه‌هایش می‌نویسد. در نامه‌های او بعضی چیزهای دشوار فهم است که آدمان نادان و نااستوار نادرست می‌فهمانند. آنها دیگر قسم‌های نوشتجات را هم غلط معنی داد می‌کنند و با این کارشان خود را به هلاکت دچار می‌نمایند. دوستان عزیز، برای همین این را پیشکی دانسته هوشیار باشید تا که گناهکاران شما را فریب ندهند و از پا نیفتید. شما باید در شناختن خداوند و نجات دهنده امان عیسی مسیح و فیض و مهربانی او کلان شوید. از حالا تا ابد تمام شأن و شرف از آن او باد. آمین.